امروز می‌خواستم در مورد درمان هموروید و فیشر و فیستول با استفاده از لیزر صحبت بکنم. در طی گذر زمان درمان هموروید دچار تغییر و تحول زیادی شده. درمان هموروید در مراحل پیشرفته که دیگه به درمان دارویی و اقدامات حمایتی پاسخ نمیده، استفاده از روش‌های جراحی یا استفاده از لیزر هست. روش‌های جراحی به دلیل وجود عوارض زیادی مانند بی‌اختیاری مطلوب بعد از اجابت مزاج، درد بسیار شدید، نقاهت طولانی مدت، معمولاً برای بیمار آزاردهنده است. امروز مطالعات بسیار وسیع انجام شده و نتایج درمان و عوارض جراحی به روش باز با جراحی به کمک لیزر با هم مقایسه شده و قویاً نشون داده شده که جراحی با کمک لیزر عوارض و خطرات بسیار کمتری نسبت به جراحی با روش باز یا سنتی داره. در روش جراحی باز عوارضی مثل انسداد ادرار، خونریزی، ایجاد آبسه، تنگی و ایجاد فیستول‌های مقعدی هست که این عارضه در روش جراحی با لیزر بسیار بسیار کمتر دیده میشه. برخلاف روش‌های جراحی سنتی که بیمار باید یک شب در بیمارستان بستری بشه، روش جراحی لیزر احتیاج به بستری در بیمارستان نداره و به صورت سرپایی قابل انجام هست. دوران نقاهتش بسیار کوتاه است و بیماران معمولاً 100% از انجام این عمل راضی هستند. جراحی کیست‌های مویی یا سینوس پیلونیدال با استفاده از لیزر هم بسیار ساده و راحت هست. نیاز به بستری و نیاز به بیهوشی عمومی نداره و با بیهوشی موضعی قابل انجام هست و دوران نقاهت بسیار کوتاهی داره و بیمار از فردای روز بعد از جراحی لیزری میتونه به سر کار خودش برگرده. با آرزوی سلامتی همه هموطنان عزیزم.